بیا فهمیده به سن قانونی. بگی جنگی بس بیا آجا شما برید برید شما برید بیا بیا خب میگو سوالت چی بود؟ نکنه حسین فهمیده مگه به سن قانونی نرسیده بود. خب به سن قانونی نرسیده بود اما رفت جبهه. خب الان منی که 13 سالمه رفتم بنویسم اسمم لبنان که من برم لبنان. خب اما به من اجازه نمیدن. به سن قانونی میگن نرسید. الان من باید چیکار کنم؟ اولا صبر کن چرا گریه میکنی؟ نه همه چیز جبه میگه پشت جبه هم لازمه برای شما عزیزم یه برو پایین حالا بعد یه ما دیگه میگم من یه ما دیگه الان اینجا جا نیست آخه نه من اینجا با انسان میکنم میمیرم برادر من باز شما الان در خونه مهمتره دیگه نه میبرن اولا که الان نیرو نمیخوان دو نیرو هم بخوان این همه بچه ها هستن سه را باز شد با هم میریم باشه یه بغل من آخرالامر بچه ها او را از رفتن منصرف کردند اما هیچ جایی برای سرزنش او وجود نداشت. جبهه های حق مجلای نوری است که همه پروانه ها را به خود می کشد و چه کند آن نوجوان اگر پروانه عاشقی در درون خود